مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک که در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با ابوالقاسم لاهوتی. جواب عینی به مکتوب لاهوتی 25 ماه 5 سال 38 سمرقند. رفیق شفیق محترم لاهوتی، سلام. مکتوب 17 می به پشت سپرده اتان را 23 ماه مذکور گرفتم. بسیار ممنون و خرسندم که زود جواب نوشته اید. معنی مثال زنده اتان را تماما فهمیدم. عین ملاقات شرح خواهم داد. پیش از آن که به خواهش شما جواب دهم، یک نقطه مکتوب پیشتره اتان را می خواهم شرح دهم، زیرا از مکتوب شما معلوم شد که این فقره در آنجا مبهم و نافهمار رفته است. سبب این آن است که من آن مکتوب را در حالت بیماری نوشته بودم. در آن مکتوب به همین مضمون یک کس در مجلسی که شما اشتراک داشتید به من هجوم کرده بوده است. به خطای خود در مجلس عمومی اقرار کرد. شرح این آن است که شما در وقتی که در تاشکند بودید، سیوز نویسندگان ازبکستان یک پلینوم جیغ زد. در آن پلینوم ولی کریم نام از سمرقند رفت. این آدم که یکی از نویسندگان آن مقاله های بیسر و بوم بود، در پلینوم در برآمد خود در بالای من ایستاده بعضی چیزهای ناپسند گفته است. این را من از حساباتی که از آن پلینوم در گزیت حقیقت ازبکستان به امضای صالح اسماعیل زاده برآمد فهمیدم. انا همین ولی کریموف در مجلس عمومی روز مطبوعات در سمرقند به سخن برآمده ناحق بودن هجوم های به من کردهش را اقرار کرد. من خواستم این واقعه را، یعنی به خطای خود اقرار کردن ولی کریم را مختصر نویسم. بنابر بی‌دقتی بیماری در مجلسی که شما اشتراک داشتید نوشتم. اما در حقیقت به من معلوم نبود که در وقت برآمد ولی کریم شما در مجلس بودید یا نه. من گمان میکنم که با این قدر این نکته را ایضاح داده توانستم. اما مسئله مدافعه شما را درباره خود در استالین آباد، حتی در بعض مجلس های خصوصی، دلسوزی های اسد زیاد اظهار کرده اتان را شنیده بودم. البته من این نکته را به شما ننوشتم، زیرا من هرچند خود را از ریا، نفاق تماما بری می دانم، باز در گفتن نیکی کسی بروی او یک نوع بوی ریا را پی می برم. بنابراین آن و مانند آن نیکی های شما را شرم می دارم که شخصاً به خود شما نویسم. مسئله نام یک کلخاز لنین آباد به من به این طریق معلوم شد. در نزدیکی یکی از رفیقان که از استالین آباد آمده بوده است پیش من در آمد. این در وقت راست آمد که بیگناهی من در مطبوعات و در مجلس های عمومی اعلان شده بود. این رفیق در اثنای به من دلداری دادنش به همین مضمون گفت: این گونه اغواگری ها تنها در حق شما نشد، در نزدیکی در حق رفیق لاهوتی هم یک واقعه شد. چنان که رحیم جلیل از لنین آباد به استالین آباد آمد، کوچه و تئاتر را به نام لاهوتی دیده گفت: در لنین آباد در حق رفیق لاهوتی مگر یگان چیزی اغواگرانه پهن شده است که کلخازی به نام لاهوتی بوده را به نام دیمیتروف گرداندند. اما رحیم جلیل هم ندانسته است که چگونه اغواگری بوده است و در کجا بودن آن کلخاز را نگفته است.
فقط از تبدیل نام کلخاز همین گونه یگان اغواگری بودن را حس کرده است. این رفیق نقل کننده این خبر هم طبیعی چی بودن اغواگری را که در کجا بودن آن کلخاز را نمی داند، اما خودی من از روی تجربه های بسر خودم واقع شده گمان میکنم که باید یگان دشمن نه روی راست بلکه در زیر دامن به راهبران آن کلخاز در حق شما یگان خبری ناپسند گفته باشد و آن راهبران هم برای نشان دادن هوشیاری و مدافعه خود به زودی گمان می رود که حتی با مجلس عمومی نام کلخازشان را دیگر کرده باشند. تبدیل نامهای کلخازهای به نام من بوده هم همگی قریب به همین طریقه شد. اکنون آمدم به بالای صحتی خود. آن بیماری تهلکه‌ناکی که در مکتوبی اولم نوشته بودم گذشت، اما در خرابی بدن، ویرانی اعصاب، بی‌قوتی بدن و بی اجتماعی و بدهضمی باقی است. باید هر روزه حیات خود را بسیار با احتیاط گذرانم. کارم حاضر تنها کار کردن در بالای لغت است. در این میان بعضی مقاله ها با خواهش بعضی ردکسی ها نوشته باشم هم آنها به حساب کار داخل نمی شوند. بچگان دیروز به باغ کوچیدند. خودم در خانه تنهایم. فقط بیگاهانی ساعت 5 پیش بچگان رفته ساعت 9 بر می گردم. از بس که در باغ خانه نیست برای من در آنجا خوابیدن ممکن نیست. بچگان باشند حتی در ایوان هم نمی خوابند. در روی صفه به جای آسمان سقف خوابیدن می گیرند. مادر خالده بیمار است. دکترها برای وی کورارت را لازم دانستند و از کمیسریت گذرانده خط دادند، اما به دست درآوردن پوتیافک ممکن نمی نماید، خصوصا در این شرایط که پول هم نداریم. اگر پوتیافک به دست می درآمد او را می فرستادم و کمال را برای دستیاری به وی همراه می کردم. آخر کمال هم 12 ساله شد. در 1 ساله مکتب روی قدر زبان روسی را هم آموخت. به قول خودش آب کرده خورد. اما خودم امسال خیالی کورارت ندارم. از یک طرف هیچ حوصله ندارم، از طرف دیگر شرایط سفری من بسیار دشوار است. پارسال که رفتم دیهاتی را برای یارمندی در راه به خود همراه گرفته بودم و پوتیافکه او را هم تهیه کرده بودم. امسال باشد این گونه کارها به نظرم نمی نماید. بچگان همه گفتن ممکن است که سلامتند، هرچند بنابر بی‌پروایی گاه یک دو روز می خوابند، اما اساساً تندرستند. از جانب من بچگان را بوسید و به محترمه بانو هم سلام رساندنتان را خواهشمندم. با سلام و احترام، عینی. ادرس من سمرقند، لنینسکی رایون، کوارتل قرغانچه، دام نمر 10، عینی. خبرهای ناز همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند.
از ابوالقاسم لاهوتی 9 ایون سال 1938. رفیق محترم عینی: در مکتوب 17 می به طور قطعی خیال نکرده بودم که از خدمت خودم به شما نویسم. من اینقدر میدانم که یکی را گفتن یکی را فروختن است. مقصود من این بود که از بعض درویی ها که مطلقا به منفیت خودی درویان است برحذر باشید و فریبگران را بشناسید. مکتوب 25 ماه می شما مرا بسیار خرسند کرد، زیرا که خبری سلامتی شما در آن درج بود. مکتوبای از ناخوشی صحتی شما محتوا چقدر مرا پریشان میکرد و به خیال و حیات بچه هاتان میپیچاند. شکر که فرزندانتان هم سلامت هستند. من این خط را از نزدیکی شهر کیف می نویسم. برای 4 ماه به اینجا آمده ایم. از روز ورود صحتی بچه ها و خودم درست شد. اینجا هوایش بسیار خوب است، خشک و فارم و در هر طرف جنگلی کاج. شبهه نیست که اگر بعضی ملاحظه ها نبود، به دوری راه نگاه نکرده امسال به باغ‌های سمرقند می آمدیم. در آنجا البته بچه های من زبان تاجیکی را که خوب می فهمند گفتن می گرفتند. معلم محترم، یک خواهش دارم. در جواب همین خط به من بنویسید که در دوره امیر بخارا چند خیل نلاک ها از دهقانان می گرفتند، با چی نام و چی قدر. ثانی، برای شریعت چی می گفتند. همین طور کاسبان شهری، صنعتکاران و سوداگران چطور مالیات ها می دادند. امید است که این را زودتر به بنده بنویسید، چرا که می خواهم یک اثر بنویسم و این اطلاعات برای من در کارند. این خط را با عجله نوشته می فرستم. به بچه ها جداگانه خط می فرستم. تشکر به خالده عزیز، به کمال به مثال و لطفیه شیرین برای خط و سلامشان. از بانو و بچه ها بر رفیقتان و بچه هاتان سلام برسانید. ما همه از کسل بودن مادر خالده متأثر هستیم. امید است که به زودی صحت و سلامت شود. با سلام و احترام، لاهوتی. امضا کیف، ایرپین، تورگنسک 6، لاهوتی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. خلقی ما